بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، چه خیلی که خود شما یک چند ماه هست مشاهده دارید، بین ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت و بین جهمی ها، مدخلی ها، این طاغوت پرست ها بحث و مناظره غیر مباشر، غیر مستقیم در مسئله العذر بالجهل و در مسئله توحید حکم و در مسئله طاغوت و در مسئله تکفیر معین بالعموم درباره این مسائل رفته ایستاده است. و مسئله بزرگترینه که درباره این ما یک چند دروغ‌ها، تهمت‌ها و جهالت‌های این جهمی تاجیک محمد شریف عبدالعلیم و برادرش را به شما بیان کردیم، باز در این صحبت یکی از تهمت این جهلا و طاغوت پرستا در حق شیخ الاسلام ابن تیمیه را به شما بیان خواهیم کرد. بله، این طاغوت پرست ها در صحبت های گذشته اش تهمت بسته بود به امام شافعی محمد ادریس شافعی رحمه الله و به ابن قدامه المقدسی رحمه الله و به دیگر علمای زیاده. از نام این علما نقل کرد، بمانند محسن العباد، بمانند امام نووی و بمانند امام های گذشته محمد ادریس شافعی ابن قدامه، که گویا که اونها عذر به جهل میتیند و ما شبهات اونها را رد زدیم و بیان کردیم که اینها دروغ میگویند، بیان کردیم که اونها جاهلند و سخن علما را نفهمیدند و بیان کردیم که اینها سخنهای علما را بریده اند. البته که این بیچاره از یک کتاب خونده ایستاده است و کتابش را یکی از کسایی که عاذری هست بریده سخنهای علما را، این مسائل ها را تشکیل کرده است. و باز این جهمی طاغوت پرست همان تهمت و متهمی پیشترش را دوام دارد، گویا که من شیخ الاسلام محمد بگویم تقی الدین ابوالعباس شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را سبحان الله، یعنی سخنی ناسزای گفته باشیم یا تکفیر و غیره، اعوذ بالله، این تهمت است و ما براءت خود را اعلام میکنیم. این یک منتج هست که این جهلا خودشان با منتج سازیشان این علما را تکفیر کرده شدند. این جهمی های تاجیک به خاطر پیشرفت این حزبشان، حزب مدخلی، حزب عاذری جهمی طاغوت پرستی، هم محمد ادریس شافعی، هم ابن قدامه، هم نووی، هم عبدالمحسن العباد و هم شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم و دیگر از علما را دارد با منتج ساختش تکفیر کرده شده است. البته که این در حق ما یک تهمت است و با این منتجش خودشان تکفیر کرده شدند. اما سخن آخرینش این در موضوع شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است. سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه را میخواند و میگوید که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در شرک اکبر جهل را عذر میدانستند و با جهل عذر میدادند. یعنی این جهمی تاجیک، این طاغوت پرست ابن تیمیه را طعنه میزند که ابن تیمیه مشرک را مشرک نمیگفتند، بلکه مشرک را مسلمان میگفتند. معنای سخنش این است. از همین جهت ما علمای نجد را که در مذهب ابن تیمیه رحمه الله چی هستند؟ ادرا هستند، عالم بودند و مذهب ابن تیمیه را رحمه الله را تحقیق کردند و درباره این عقیده ابن تیمیه که آیا تکفیر عین می کردند، آیا عذر بالجهل می دادند، در شرک اکبر و اصول دینی ها نمی دادند، کتاب های نوشتهشان را به شما پیشکش و سخنهای شیخ الاسلام را
با مصدرش در این مسئله بیان میکنیم که بار دیگر محمد شریف عبدالعلیم جهمی و تمام مدخلی ها از خودش و علمایش و تا بزرگترینش جهل خود را اثبات کردند. باز سخن شیخ الاسلام که دلالت به مسائل خفی میکند آورد و به مسائل اصول دین و ظاهر چی کرد؟ آمیخته ساخت. چه خیلی که سخن امام شافعی، چه خیلی که سخن ابن قدامه، چه خیلی که سخن امام نووی و دیگر از علما را اینها انمین خیل فرق گذاشته نمیتوانند و نتوانستند و ما بیان کردیم و سخن شیخ الاسلام هم همین است. حالا من به روی اکران به شما کتابی را باز کردم. ببینید کتاب در مسئله تحقیق مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه في مسألة العذر بالجهل وتكفير المعين. تحقیق مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه در دو مسئله عذر بالجهل و تکفیر معین. این کتاب در همین باب نوشته شده است. این کتاب را کی نوشته است؟ این کتاب را یگان عالمای معاصر نوشتند، یگان عالم‌هایی که اینا زود میتواند که این کار کند؟ نه، ما از عالمای معاصر میدونیم که این جهمی ها یک باره طعنه میزند، عالم نجد رو میاریم. این را یکی از علامه اهل سنت و الجماعت شیخ الاسلام فارس السیف والقلم عبدالرحمن، علامه عبدالرحمن مجدد الدین الثانی ابن حسن ابن شیخ الاسلام الامام محمد بن عبدالوهاب است، یعنی نبیره محمد بن عبدالوهاب عبدالرحمن، صاحب کتابی فتح المجید و دیگر از کتاب های زیاد. این علامه اهل سنت و الجماعت بارک الله فیکم 1193 هجری به دنیا آمده، 1285 هجری از دنیا گذشتند. پس ببینید این انسان مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه را تحقیق میکنند در همین مسئله تکفیر معین و العذر بالجهل و نتیجه این میشود که شیخ الاسلام ابن تیمیه تکفیر معین میکردند و عذر بالجهل نمیدادند و جهل را در اصول دین در کفر اکبر و شرک اکبر عذر نمیدانستند، جهل و تعویل را. ما این کتاب را به شما نشان میدیم تا که شما طالب علم ها ببینید، این کتاب ها را مطالعه کنید. کتاب های بزرگ نیست. تا امروز این مدخلی ها، این جهمی ها شما را فریب دادند، این کتاب ها را به شما نرسانیدند و بسیاری طالب علم ها از این کتاب ها بیخبرند. از همین جهت به مدخلی ها رد زده نمیتوانند یا که سخن مدخلی ها را حق میدانند. البته مدخلی ها گمراه است و روز به روز دروغ اونها و جهمی بودن اونها و خیانت اونها آشکار میشد. پس این کتاب را میبینید شیخ علامه اهل سنت عبدالرحمن ابن حسن هستند. پس از نظری این جهمی های تاجیک محمد شریف عبدالعلیم و برادرش و جماعتش این مدخلی ها، علامه اهل سنت مجدد الدین الثانی عبدالرحمن ابن حسن صاحب کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید هم خوارج هستند و تکفیری هستند، زیرا که به مشرک عذر نمیدهند و مذهب شیخ الاسلام را ذکر میکنند که به مشرک عذر نمیدادند. نظر میکنیم به صفحه 11. شما طالب علم ها ان شاء الله نظر میکنید، کتاب رو میکشید، نظر میکنید به صفحه بگویم 9. اولا به صفحه 9 نظر بکنید. در صفحه 9 به انا هنمین مکان که ما از اینجا شروع کنید خوندن رو. كلام الشيخ الإسلام في أهل البدع، وأخذ من كلام الشيخ الإسلام في أهل البدع ما كتبه بعرض بأهل التوحيد ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام. يعني این کتاب را چرا شیخ علامه عبدالرحمن نوشتند؟ زیرا که یک ایده در زمان شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب و در زمان نبیرشون عبدالرحمن هم مثل محمد شریف عبدالعلیم و مثل برادرش و مثل این مدخلی ها، این جهمی ها گفتند که شیخ الاسلام ابن تیمیه مشرک را عذر میدهد و شیخ الاسلام ابن تیمیه تکفیر معین نمیکند. در اول این صفحه ها وجود دارد در این مسئله. برای طولانی نشدن ما این کتاب رو همش رو به شما یک بار مطالعه نمیکنیم. در 9 صفحه اول همین چیز وجود دارد.
شیخ عبدالرحمن علامه میگویند که سخنهای ابن تیمیه رحمه الله در مسئله تکفیر نکردن معین و در مسئله حجت رسانیدن و عذر و جهل را عذر دانستن در مسائل خفی هست، در مسائل شرک نیست، در مسائل اصول دین نیست، در مسائل خفی است، در مسئله یک صفت، در مسئله جاهل موندن در بعض از احکام، در بعض از حلال و حرام و غیره و غیره. پس این بود میگن مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه. اما این گمراه ها تهمت کردن شیخ الاسلام را و گفتند که شیخ الاسلام تکفیر نمی کنند، تکفیر معین، و عذر بالجهل می دهند گفتند، و محمد ابن عبدالوهاب را خوارج گفتند، زیرا که محمد ابن عبدالوهاب نبیرهشون عذر بالجهل نمی دادند و تکفیر معین می کردند. اهل بدعت گفتند که نه، شیخ الاسلام با همراهی شما نیست. پس این شیخ اثبات میکنند که شیخ الاسلام ابن تیمیه با همراهی علمای نجد هستند و از اهل سنت هستند و این به اجماع اهل سنت است. ببینید شیخ الاسلام که محمد شریف عبدالعلیم سخنشان را در مسئله عذر بالجهل می آورد و سخن شیخ الاسلام را نفهمیده از پایان بالاش میخواند و در مسائل خفی تعلق داشته را به مسائل ظاهر و به مسائل اصول تعلق میدهد، این جاهلی خبیث جاهل نفهمید. شیخ الاسلام ابن تیمیه اجماع را نقل میکنند که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد این کافر است، به اجماع. شیخ عبدالرحمن نقل میکنند لا یخفى ما قاله شیخ الاسلام، پنهان نیست اون چیزی که شیخ الاسلام در مسئله عذر بالجهل گفتند. فی من اشرک بالله، در حق اون کسایی که شرک به الله میبیارند. قال رحمه الله تعالی، شیخ الاسلام رحمه الله تعالی گفتند من جعل بینه، ببینید، من جعل بینه و بین الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر اجماعا. هر کسی که بین خود و بین الله واسطه را قرار بدهد و همون واسطه قرار دادش را دعا بکند و طلب بکند از اونها، از همون واسطه یعنی از قبر، و توکل به اونها بکند، کفر اجماع، کافر شده است به اجماع. نظر بکنید به کتابی فتوى الكبرى مجله 5 صفحه 335. این سخن شیخ الاسلام را عبدالرحمن علامه ذکر میکنند که شیخ الاسلام اجماع را نقل میکنند و به اجماع تکفیر میکنند کسی که بین خود و بین الله واسطه میگیرد، یعنی کسی که به شرک اکبر واقع میشود به اجماع علما کافر است. و هر کسی که کافر بودن مشرک را انکار کند، قرآن و سنت و اجماع را انکار کرده و خودش مشرک میشود. در دوام شیخ عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن که و غایت ما موه به هذا على الجهال، و غایتی یعنی اون چیزی که جاهل ها از همون سخن شیخ الاسلام گرفته بازی کرده اند و سخن شیخ الاسلام را به عذر بالجهل بردند، این است که ان شیخ الاسلام رحمه الله ذكر في اهل المقالات الخفيه انها وان كانت كفرا فلا ينبغي ان يكفر صاحبها او يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجه. این سخنی کی است؟ این سخنی شیخ عبدالرحمن علامه اهل سنت و جماعت است که میگویند که جاهل ها از سخن شیخ الاسلام، از کدام سخنشان؟ از همان سخنشان فتنه کردند و گرفتند که شیخ الاسلام گفتند که در سخنها و مقاله های خفی یعنی مسائلی که از اصول ظاهر نیست، از شرک، از توحید نیست، از مسائل خفی هست، زمانی که انسان به همون مسائل خفی، کفر خفی واقع شد، کافر نمی شود و یک باره تکفیر کرده نمی شود، بلکه به وی حجت قائم کرده می شود. یعنی انسان به مسائل خفی واقع شد، به کفر خفی
واقع شد، بمانند اینکه یک صفتهای الله را انکار کرد، بمانند اینکه از سبب جهل یک حرام را حلال گفت، نو به اسلام داخل شده بود. مسائل خفی است. در این مسئله یک و یک باره ما این انسان را کافر نمیگوییم، بلکه حجت میرسونیم، برای اینکه این جهل عذر است در مسائل خفی. انا این از سخنی شیخ عبدالرحمن از فهمی سخنی شیخ الاسلام ابن تیمیه، یعنی فهم ابن تیمیه رو ما با فهم عبدالرحمن علمای نجد گرفته استیم. من از پیش خودم نمیگویم که ابن تیمیه رو من میفهمم، نمیگویم. ابن تیمیه رو به فهم مدخلی ها نمیفهمم. ابن تیمیه رو به فهم علمایی که اونها ما رو متهم میکنن به اونها هم نمیفهمم. من ابن تیمیه رو به فهم علمای نجد میفهمم. علمای نجد انا همین سخن را گفته سودند که شیخ الاسلام اجماع را نقل کردند و مشرک را مشرک میگفتند، عذر بالجهل نمیدادند، فقط در مسائل خفی میدادند. و این جاهل ها داوود ابن جرجیس و شاگردانش مدخلی ها و این جهمی های تاجیک انا همین کلام ابن تیمیه را نفهمیدند، خیلی که کلام دیگر علما را نفهمیدند. ببینید، نفی الصفات کفر و التکذیب بان الله یرا فی الاخره کفر، در همه این مسائل سخن میکنند. فتكفير المعين من هؤلاء بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا أن تقوم عليه الحجة التي تبين بأنهم مخطئون. فهمیدید؟ نفی کردن یک صفات کفر است. در روز قیامت الله دیده نمیشود، گفتن کفر است. اما یک انسان وقتی که این سخن را گفت یک بار تکفیر کرده نمیشود، بلکه حجت رسانده بعد تکفیر کرده میشود، زیرا که این مسئله خفی است. این مسئله مثل مسئله شرک نیست. و این سخنی کی است؟ سخنی همون شیخ الاسلام ابن تیمیه است. نظر کنید به مجموعه الفتاوی مجله 12 صفحه 497 و 500. به اختصار شدید در اینجا شیخ وردن. انا کنون مذهب شیخ الاسلام را خود عبدالرحمن بیان میکنند، در سخنهای شیخ الاسلام را عبدالرحمن بیان میکنند. بارک الله فیکم. در همین کتاب تحقیق مذهب شیخ الاسلام تیمیه مجله بگویم این صفحه 11 نظر میکنیم. بارک الله فیکم. شیخ عبدالرحمن میگن که فانظر، نگاه کن ای حق طلب، کلام شیخ الاسلام رحمه الله الذي لا يقبل اللبس فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليه من أرباب المقالات قال. نظر کن به کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه که در کلام شیخ الاسلام هیچ لبسی نیست، هیچ جای پنهانی نیست که شیخ الاسلام عذر داده ایستادند در مسائل خفی که همه فهمیده نمیتواند و در مسائل اصول ظاهر عذر نداده ایستادند. اما این انسان هایی که جاهل هستند نمیفهمند، این مدخلی ها نفهمیدن میگن. و هذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال. سخن شیخ الاسلام ببینید. بله، زمانی که در مقاله ها و در مسائل خفی باشد گفته می شود که این انسان خطا کرد و گمراه است و گفته می شود که لم تقم علیه الحجه، به این حجت قائم نشد. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أن من دين الإسلام. اما این مشرک‌ها را در نظر دارند، میگن که اما امروز واقع شده اند بسیاری ها و طائفه های از آنها در مسائل ظاهر. ببینید کلمه ظاهر را ببینید، انا اینجا اشاره کردم، و کلمه خفی را ببینید. این کلمه را چرا جدا کردن؟ خفی عذر دارد. در حالتی که کسی به کفر خفی واقع شد خطا کرد میگیم، ضال و مضل میگیم، حجت به او واقع نشد میگیم. به کفر واقع شد تکفیر کرده نمیشود. به مانند نفی صفات، به مانند این که کسی در روز قیامت بگوید که کسی الله دیده نمیشد بگوید، و بعضی از حلال و حرام و غیره که ما در سخنهای ابن قدامه، نووی و محمد ادریس شافعی ذکر کردیم. اما در مسائل ظاهر که بعضی از طائفه ها واقع شدند که عامه مردم و خاصه مردم از مسلمان ها همه میدانند که این از مسائل اصول دین است، از دین اسلام است. نه فقط مسلمان ها میدانند بلکه الیهود و النصارى و المشرکون یعلمون، بلکه یهود هم میدانند که
این از آورده رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی یهود، نصارا، مشرکان میدونند که همونو که محمد صلی الله علیه و آله با همین دین آمده است، دین توحید. و کفر من خالفها، و تکفیر کرده است هر کسی که مخالفت همین دین بر آمده باشد. محمد صلی الله علیه و سلم آمده اند با دین توحید و تکفیر کردن کسی که هم دین توحید قبول نکرده یا در حالت شرک بود. بمانند چی؟ دین ظاهری که در این جهل عذر نه. بمانند چی؟ مثل امره بعبادت الله وحده لا شریک له. بمانند امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به یگانه عبادت کردن الله، به عبادت الله، یگانه خود الله را عبادت کردن و به او شریک قرار ندادن. یعنی یگانه الله را عبادت کردن و به الله شریک قرار ندادن، این مسئله ظاهر است که مسلمان عادی و مسلمان خاص و عالم و حتی یهود و نصارای و مشرکین میدانستند که محمد صلی الله علیه و سلم با همین دعوت مبعوث شده است که یگانه الله را عبادت کنید و شرک را ترک کنید. و محمد صلی الله علیه و سلم تکفیر کرده است کسی را که همین دعوت را قبول نکرده یا الله را و هم غیر الله را عبادت کرده است. و نهیه عن عبادت احد سوى الله، و نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم از عبادت کسی دیگری بجز الله، این معروف است. این یهود و نصارا مشرکان میدونند. من الملائکه والنبیین والشمس والقمر والكواكب والاصنام وغير ذلك. از غیر الله بمانند ملائکه و نبی، انبیا و شمس و آفتاب و ماهتاب و ستاره پرستی و بت پرستی، هر چیزی که نباشد رسول الله انا همین نهی کرده اند. و اینا هم مسلمان عادی و هم عالم و هم یهود و هم نصارا و هم مشرکین میدانند. فإن هذا اظهر شعائر الاسلام. همانا که این ظاهرترین شعار اسلام است، خفی نیست. ظاهرترین شعار اسلام است. کلمه ظاهر را نظر کنید، ظاهرترین یعنی خفی نیست، جدا شده ایستاده است. و مثل امره بالصلاه و ایجاب لها و تعظیم شأنها. و این چنین به مانند امر کردنش به نماز و فرض بودن نماز و بزرگ شماریدن شأن نماز. و مثل معادات اليهود و النصارى، و به مانند دشمنی کردن یهود و نصارا و مشرکین و صابین و المجوس، و دشمنی کردن و براءت کردن با آنها. و مثل تحریم الفواحش، به مانند حرام کردن فحشا و ریبا و قمار و به مانند اینها. این مسائل چی است؟ مسائل ظاهر است، خفی نیست، به همه معلوم است. خیلی که در بین مسلمان ها انسان های زندگی میکنند. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم. و بعد از این میبینی که بسیاری از رؤسایشون یعنی علمای گمراه گشته وقعوا فی هذه الانواع، واقع شده اند به ان همین نمود ظاهری از کفر و شرک. فکانوا مرتدین. انا اینه ببینید. و به سبب همین واقع شدن به ان این شکننده های اسلام مرتدین شدند، مرتد شدند. انتهى کلامه رحمه الله. سخن شیخ الاسلام به پایان یافت، به پایان رسید. این سخن را کی گفتند؟ عبدالرحمن از شیخ الاسلام نقل کردند و به اهل بدعت و به مدخلی ها رد زده ایستادند که ای داوود ابن جرجیسی ها، شاگردان داوود ابن جرجیس، ببینید که شیخ الاسلام ابن تیمیه دین را به دو قسم تقسیم کرده، ظاهر و خفی. خفی را عذر به جهل میتید، خطاکار تعویل کرد، اما مسائل ظاهر را عذر به جهل نداده، میگه که حتی علما و جاهل همشون مرتد هستند. و این سخن شیخ الاسلام در کتاب مجموعه الفتاوا مجله 4 صفحه 54 آمده است، یا که مجله 18 صفحه 54 ذکر شده است. سبحان الله. انا این است حقیقتی طالب علمان اهل سنت که حق رو بیان میکنند و حقیقتی این طاغوت پرستا است که سخن شیخ الاسلام را از علمای حقیقی ربانی نمیگیرند، از علمای طاغوت پرست خودشون میگیرند. و در دوامش عبدالرحمن علامه اهل سنت مجددین میگن که فتأمل قوله، تأمل نما ای مسلمان قول شیخ الاسلام را که گفت مثل معادات اليهود و النصارى و المشرکین، تا آخرش تأمل کن که عذر نداد و مرتد گفت، مشرکین گفت اونها را. والذین قال فیهم الشیخ الاسلام انهم یکونون بمخالفه لبعض شرائع المرتدین. یعنی کسی که به مخالفت بعض شرایع اسلام مرتد میشد،
به مانند اصول دین. در دوام سخن نقل میکنند مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه را. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. هر کسی که اعتقاد بکند که به مجرد تلفظ کردن شهادتین داخل جنت می شود و داخل نار نمی شود، این گمراه است، مخالف به کتاب الله و سنت و اجماع است. نظر کنید به مختصری فتوای مصری صفحه 93 و این مذهبی مرجع است. در دوامش شیخ عبدالرحمن نقل میکنند که شیخ الاسلام ابن تیمیه یک چند انسان ها را بالعین تکفیر کردند، تکفیر عین داشتند. ما وقتی که فخر الرازی البکری، این متأخر اشعری را گفتیم که شیخ الاسلام تکفیر کرده اند و گفتند که اگر توبه نکرده باشد مرتد است و مرتد شده بود، تمام مدخلی ها دو فقان کردند، گفتند که ابو محمد خودش گفته است. عبدالرحمن علامه مجددین اهل سنت و الجماعت میگن که و ذکر شیخ الاسلام رحمه الله ان الفخر الراضي صنف سر المكتوم في عبادة النجوم فصار مرتدا الا ان يكون قد تاب بعد ذلك فقد كفر الرازي بعينه لما زين الشرك. یعنی همانو که فخر الرازی شیخ الاسلام گفتند که عبدالرحمن میگن که شیخ الاسلام گفتند که همانو که فخر الرازی البکری یک کتابی را تصنیف کرد، نام کتابش سر المکتوم در عبادت نجوم بود و بعد از این یک بار شد نوشتن است فصار مرتدا و مرتد شد به سبب نوشتن این کتاب، مگرم در حالتی که اگر پیش از مرگش توبه کرده باشد. بله قول سه بعضی از علما میگن که این انسان پیش از مرگش توبه کرده است. وقتی که ثابت شد که توبه کرده باشد الحمدلله رحمه الله میگیم، وقتی که ثابت نشد شیخ الاسلام تکفیر کردند. فقط کفر الرازی بعینه. شیخ عبدالرحمن علامه اهل سنت میگن که به تحقیق همانو که شیخ الاسلام ابن تیمیه تکفیر کردن رازی رو به عینش به خاطر چی؟ زیرا که شرک را زینت داد. نظر کنید به این سخن در کتاب اقتضاء صراط المستقیم مجله دوم صفحه 302 که سخن شیخ الاسلام در همین جا آمده است تکفیری این انسان. وقال بعد ان ذكر العله في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والنهي عن الصلاه عند طلوع الا يصلي في هذه در اینجا سخن های شیخ فانظر الى هذا الامام الذي نسب عنه من ازاغ الله قلبه عدم التكفير المعين. ببینید انا اینجا رد شدید و واضح به جهمی ها. شیخ عبدالرحمن علامه مجددین نجدی نبیره محمد ابن عبدالوهاب میگویند که فانظر نظر کن، انا اینجا ببینید فانظر نظر کن ای مسلمان الى بسوی هذا الامام الذي نسب عنه من ازاغ الله قلبه. نظر کن بسوی این امام، یعنی بسوی کی؟ با ابن تیمیه نظر کن که چگونه مشرک را مشرک میگفتند و جهل را عذر نمیدادند، اما کسایی که الله قلبهای اونها را گمراه کرده است، آنها را از راه بیراه کرده است، تکفیر نکردن معین را و عذر دادن بر جهل را به شیخ الاسلام نسبت می‌دهند. عدم تکفیر معین. آنهایی که گمراه شده اند به شیخ الاسلام ابن تیمیه چرا نسبت می‌دادند؟ عدم تکفیر المعین و عدم عذر بالجهل یا که العذر بالجهل. پس عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب در این کتابشان گویا که به مدخلی ها رد زده شدند، اما مدخلی ها در اون زمان نبودند. در اون زمان استاد مدخلی ها داود ابن جرجیس نقشبندی صوفی عراقی بود که به اونها رد می‌زدند. كيف ذكر أن الفخر الرازي وأبي معشر وغيرهما من المصنفين المشهورين أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. نظر بکنید که میگن چخیل ذکر کردن فخر رازی و ابی معشر و غیر از این دیگر مصنفان مشهور رو که اونها کافر شدن و ارتداد از اسلام کردن. این سخن رو کی گفته شدن؟ عبدالرحمن علامه، ما نگفته شدیم. این صفحه 12 بود. به صفحه 13 نظر میکنه و تأمل قالوا حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب الى الاسلام. یعنی کسایی که به شرک اکبر واقع شد اینها خودشون رو به اسلام نسبت میدن لیکن از اسلام نیستند. در دوامش میگن که عبدالرحمن و فی رساله السنیه، در رساله السنیه او سنیه شیخ الاسلام ذکر میکنن که و کل من غلا فی النبی
او رجل صالح. انا اینجا و هر کسی که غلو میکند در حق نبی یا که در حق رجل یک مرد صالح و جعل فيه نوعا من الالهیه و در حق این انبیا و انسانهای صالح نوع از الهیه رو قرار میدهد، مثل ای یقول، بمانند این که میگد یا سیدی فلان انصرنی، ای سیدی من فلانی به من نصرت بده، یا که مرا کمک بکن، یا که به من رزق بده، او جبرنی، یا که او انا فی حسبک، یا که من در حسب تو هستم و بمانند همین چنین و نحو هذه الاقوال و بمانند همچنین سخنها را میگد. فکل هذا شرک و همه این چیزها شرک است و ضلال است و یستتاب صاحبه فان تاب الا قتل. مشرک است، برای همین استتابت کننده می شود، اگر توبه نکند کشته می شود. لان الله تعالی انما ارسل الرسل، زیرا که همون که رسول الله سبحانه و تعالی تمام رسولانش رو فرستاد و انزل الکتب و تمام کتابهاش رو فرستاد، لیعبد وحده، تا که یگانه خودش عبادت کرده شود، ولا اجل ما اله غیره، و بغیر او کسی رو عبادت کرده نشود. والذین يدعون مع الله الها اخرى، همون کسانی که بغیر از الله اله دیگری را قرار میدهند، مثل المسيح والملائكه والاصنام، لم يكونوا يعتقدون ان تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات. یعنی کسایی که بمانند این که کسایی که مسیح را به الله یعنی همراه میکنند و مسیح را عبادت میکنند، یعنی عیسی را یا که ملائکه را یا که بت ها را یا مشرک ها، اینها اعتقاد نداشتند که اینها خالق هستند یا که باران میبارانند یا که یک چیزی را از زمین میبرانند. انما كانوا يعبدونهم ويعبدون قبورهم او صورهم، بلکه عبادت میکردند اینها را و قبرهایشان را و صورتشان را و میگفتند که من عبدون الله لیقربون الى الله زلفا، ما اینها را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک بکنند. و در دوام این همه نقل میکنند و بیان میکنند که اینها همشون چی هستند؟ کفار و مشرکین هستند. بارک الله فیکم. پس عبادت الله میگن شیخ الاسلام ابن تیمیه، عبادت الله وحده لا شریک له، عبادت الله که یگانه است، هیچ شریک ندارد، این اصل دین است، این اصل دین است ای جهمی ها، و هی اصل التوحید، و این اصل توحید است الذي بعث الله به الرسول، اونی که تمام رسولان الله فرستاده است و انزل به الکتب و تمام کتاب ها نازل شده است، به همین خاطر نازل شده است. و در این مسئله عذری نیست. بارک الله فیکم. این بود بارک الله فیکم صفحه 14. این بود مسائلی که شیخ عبدالرحمن ذکر کردند و بیان کردند که جهل عذر نیست، جهل عذر نیست. سبحان الله، سخن مبینا طولانی شد، لیکن من زودتر دیگر کتاب های علمای نجد را ذکر میکنم. این بود کتاب اول از علامه عبدالرحمن بود. کتاب دوم را باز میکنیم. کتاب دوم را نوشته اند شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین رحمه الله، علمای نجد، یکی از بزرگترین علمای نجد. در کدام مسئله؟ مسئله فی من یکفر غیره من المسلمین والكفر الذي يعذر صاحبه والجهل الذي وبالجهل الذي لا يعذر. یعنی در مسئله نوشته است که کسایی که غیر خودش از مسلمان ها را تکفیر میکند و کفری که در اون کفر صاحبش عذر دارد با جهل و کفری که صاحبش در اون مسئله عذر ندارد با جهل. ببینید همیشه ما تکرار میکنیم کفرهایی هست که در اون کفر صاحبش چی میشود؟ عذر دارد. کفر خفی، خیلی که امام شافعی گفتند، ابن قدامه گفتند، نووی گفتند و ابن تیمیه گفتند، عبدالرحمن گفتند، علمای نجد گفتند و این شیخ هم گفته شدند. و کفری که صاحبش چی نیست؟ عذر ندارد. و کلام شیخ الاسلام را در صفحه 26 ذکر میکنند که شیخ الاسلام میگفتند که شرک اکبر و اصول دین عذر بالجهل ندارد. در مسئله شرک اکبر عذر بالجهل نظر بکنید به صفحه بارک الله فیکم 26. چرا این کتاب را ابو بطین رحمه الله نوشتند؟
زیرا که در زمان ابو بطین رحمه الله عالم نجد یک کسهای به مانند مدخلی ها برآمدند و گفتند که ای علمای نجد، ای محمد ابن عبدالوهاب، شما تکفیری هستید، شما مشرک را مشرک میگوید، تکفیر معین میکنید. شیخ الاسلام ابن تیمیه نمیکرد و سخن شیخ الاسلام را چخیلی که این محمد شریف جهمی آورد همچنین آورد و شیخ ابو بطین رحمه الله برآوردند و گفتند که سخن شیخ الاسلام به کفر خفی دخل دارد، اما در کفر اکبر و شرک اکبر البته که شیخ الاسلام ابن تیمیه جهل را عذر نمیدونستند و تکفیر میکردند. ببینید سخن شیخ الاسلام را ذکر میکرد. بارك الله فيكم. در دوانش میگن يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم خود دقت بدهید کس هایی که مدخلی هایی که میگوید که ما وقتی که کتاب رو خونده میگید که شما از کتاب نگفتید و غیره و غیره، خوب دقت بدید. ولم یعذرهم بالجهل، این کلامی کی است؟ کلام یگان علمای ما است. علی ابن خدیر، سلیمان العلوان و حمود ابن عقل شعیبی و عبدالله جبرین یا که این عبدالعزیز الطریفی یا که دیگر از خالد ابن علی المرض الغامدی یا که احمد ابن حمود الخالدی و غیره و غیره، این علما رو ما نامشون رو ذکر نمیکنیم برای اینکه اینا فکر میکنن که ما به این علما تعصب داریم. نه، تعصب نمیکنیم، اینها علمای اهل سنت هستند. البته تکفیر خوارج نیستند، ولی ما در حق علما سخن میکنیم، لیکن ما به مدخلی ها 100% بیان میکنیم که شما در منهج اهل سنت نیستید و شما مخالف منهج شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب و علمای نجد و شیخ الاسلام ابن القیم و ابن کثیر و ابن تیمیه و سلف این امت هستید و شما گمراه طاغوت پرست هستید. زیرا که ابو بطین رحمه الله میگویند که در پیش از این میگویند که در مسائل يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في أمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية فهم حجات و رسانیدن حجات و قیام حجات را در مسائل خفی بمانندی میگن، در مسائل خفی تخفى على كثير من الناس، در مسائل خفی که در بسیار مردم پوشیده میماند که این مناقض توحید نیست، یعنی مسائل خفیه که ضد توحید نیست جهل را عذر میدانستند و در این مسائل خفی که ضد توحید نیست، شکننده توحید نیست، جهل را عذر میدانستند و قیام حجت کرده شود میگفتند. به مانند چی؟ به بعض صفات، به مانند بعض صفات گفتند و در دوامش گفتند و اما الامور التي هي مناقضه للتوحید، اما امرهایی که شکننده توحید است و ایمان و شکننده ایمان به رسول است، فقد صرح رحمه الله تعالی، به تحقیق ابن تیمیه صراحتا بیان کرده اند در بسیار موضعهای بسیار فی مواضع کثیرة، در موضعهای بسیار بکفر اصحابها و قتلهم بعد الاستتابه، به کفر صاحبش، به کفر عین و قتلش بعد از استتابه. دوامش را خوب دقت، ولم یعذرهم بالجهل، و با جهل اونها را عذر ندادن. این سخن ابو بطین رحمه الله در مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه است. مذهب ابن تیمیه رو من به فهم مدخلی نمیگیرم ای جهمی، یا به فهم توی جهمی و طاغوت پرست رسولانت و مدخلیت و این طاغوت پرست های اینها نمیگیرم، بلکه به فهم علمای نجد، علمای حقانی و ربانی میگیریم که به خاطر الله حق را گفتند، جنگیدند و حکم الله را تطبیق کردند. مع ان نتحقق أن سبب وقوع في تلك الأمور إنما هو الجهل بحقيقتها. در حالتی که ما میدونیم و میفهمیم که سبب واقع شدنی این مشرکا به شرک اکبر این چی بود، انما هو الجهل بحقیقتها، همونو که این جهل بود به حقیقت همون شرک، یعنی انسان ها جاهل موندند، حقیقت شرک رو نفهمیدند و به جهل واقع شدند، اما شیخ الاسلام عذر ندادند و تکفیر کردند. فلو علموا انها کفر تخرج من الاسلام لم يفعلوها، اگر آنها میدونستند که این عملشون کفر است و از اسلام خارج میکنند، اینها شرک اکبر و کفر اکبر را انجام نمیدادند، اما نفهمیدند و دانستند و جاهل بودند و شیخ الاسلام آنها را تکفیر کردند، کافر گفتند.
و هذا في کلام شیخ الاسلام رحمه الله تعالی كثير كقوله في بعض کتبه. و سخن شیخ الاسلام در این موضوع زیاد است. یعنی در موضوع خفی عذر میدادند و در موضوعی که شکننده اسلام است، شکننده توحید و ایمان است، عذر نمیدادند و تکفیر میکردند. و سخن شیخ بنا زیاد است. فكل من غلا، سخن شیخ الاسلام را ابو بطین ذکر میکنند رحمه الله. شیخ ابن تیمیه میگن که فكل من غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهيه مثل ان يدعو من دون الله نحو ان يقول يا فلان اغثني او اغفر لي او ارحمني او انصرني أو اجبرني أو توكلت إليك وأنا في حسبك وأنت حسبي ونحو هذه الأقوال التي هي من خصائص الربوبية الله التي لا تصلح إلا لله، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. سخنی که پیش از این ما از کتاب عبدالرحمن بیان کردیم، عیناً همین سخن عبدالرحمن را شیخان میارند. یعنی هر کسی که شرک رو انجام دهد، بین خود و بین الله واسطه قرار دهد، از او دعا کند و خود را به او توکل بکند، این کفر میشد. مجموعه الفتاوا مجله 3 صفحه 95 عذر ندارد. وقال ايضا فمن جعل بينه وبين الله وسائد يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر اجماعا. باجماع هر کسی که بین خود و بین الله واسطه قرار میده دعاشو میکنه، شرک رو انجام میده، کفر است. در کتاب چی اومده است؟ مجموعه الفتاوا مجله اول 124 اومده است. این رو ابو بطین ذکر میکنه. وقال و این چنین میگویند ابو بطین ذکر است که این چنین ابن تیمیه گفتند که من اعتقد ان زیارت اهل الذمه فی کنائس قربة الى الله فهو مرتد. هر کسی که اعتقاد کند که زیارت کردن اهل ذمه در کنیسه‌هاشون این قربه به سوی الله است، این مرتد میشد. یعنی امروز بعضی از خودشون مسلمان میگفتند که انسان هستند در کنیسه‌ها این سرک‌های کفرها اگر رفتم و این اهل ذمه رو زیارت کنیم این عبادت با یک قربه به سوی الله است. کسی که این سخن میگه این مرتد است میگن. و این جهله ان ذلك محرم عرف ذلك و این اصر ذلك صار مرتدا. اگر جاهل ماند در این باب که محرم است فهمانیده می شود و دوام بدهد مرتد می شود. در دوام سخنشون میگویند که من صب الصحابه او احدا منهم واقترن بسبب دعوى ان عليا اله او نبي او ان جبريل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تکفیره. شیخ الاسلام میگن که هر کسی که صحابه رو یا یکی از اونها رو دشنام بدهد و بعد از این به دوامش بگوید که علی اله است یا نبی است یا جبرئیل خطا کرد، بگوید شک نیست که این کافر است، بل شک نیست که هر کسی که این رو کافر نگوید. یعنی این چنین آدم کافر است، به مانند رافضه امروزه کافر است. بل لا شک فی کفر من توقف فی تکفیر، بلکه شک نیست که هر کسی که در کافر بودن در تکفیر انسان توقف بکند، هر کسی که توقف بکند یعنی عذر المشرک هم مشرک میشود. این سخنی کی است؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه است در کتاب صارم المسلول مجله 3 صفحه 1108. بارک الله فیکم. این را ابو بطین رحمه الله ذکر میکنند در کتابشون که در کدام مسائل عذر جهل است، در کدام مسائل عذر جهل نیست. بارک الله فیکم. در دوامش ابو بطین رحمه الله میگن که فانظر كيف كفر الشاك والشاك جاهل فلم يرى الجهل عذرا في مثل هذه الامور. ابو بطین میگویند به تو ای مدخلی ها ای جهمی ها خوب دقت بدید به این کتاب رو خوانید، کتابی فقط مدخلی ها رو نخوانید، علما رو خوانید. ابو بطین میخوانند که نظر بکن به شیخ الاسلام که چگونه تکفیر کرد انسانی که شک دارد در کافر بودن یک انسانی. آدمی که شک دارد یعنی جاهل است، از سبب جهل شک میکند. و شک جاهلون، آدمی شک کننده جاهل است به سبب شک یعنی به سبب جهل شک کرد. فلم یرى الجهل عذرا. شیخ الاسلام جهل رو در این مسئله عذر ندانستند فی مثل هذه در این مسائل امور در مسائل اصول جهل رو شیخ الاسلام تیمیه عذر نمیدانستند. ابو بطین اثبات کردند. و قال رحمه الله فی اثناء کلام الله. ابو بطین رحمه الله سخن شیخ الاسلام رو ذکر میکنند که در دوام سخنشون گفتن ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كابليس كفر بالاتفاق ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنه ومن فعل المحارم مستحلا فهو كافر بالاتفاق والاستحلال اعتقاد ان حلال وذلك يكون تارة باعتقاد ان يعني سخنهای شیخ الاسلام رو ذکر میکنند. بارك الله فيكم. و در این کتاب ما به شما اثبات کردیم که علمای نجد هم شیخ الاسلام رو گفته شدن که جهل رو عذر نمیدونستند. و کلامه رحمه الله فی مثل هذا كثير فلم يخص التكفير بالمعاند. تکفیر فقط به انسان معاند کسی که دیده و دونسته میکنند نگفتند. مع القطع بان اكثر هؤلاء جهال لم يعلموا ان ما قالوه او فعلوه کفر. در حالتی که بسیاری از این انسان ها که به شرک اکبر واقع میشدند جاهل هستند، نمیدونستند، نفهمیدند که چی میگن چیکار میکنن، لیکن با وجود همین تکفیرشون کردند. فلم يعذروا بالجهل.
اونها را به جهل عذر داده نشدند فی مثل هذه الاشیاء در این مسائل. مسائل چی؟ مسائل لان منها ما هو مناقض للتوحید الذي هو اعظم الواجبات، زیرا که عمل هایی که اونها میکردن شکننده توحید بود که این از بزرگترین واجبات است. بارک الله فیکم. انا این است سخنی علمای نجد در حق مذهب شیخ الاسلام تیمیه. 3 دقیقه دیگر وقتمون، زیرا که ویدیو به من اجازه میدهد که 48 دقیقه ثبت کنم. من دیگر کتاب را به شما یک بار بیان میکنم تا که بخونید. کتاب علمای نجد، الادله والبراهین علی عدم العذر بالجهل فی اصول الدین، دلیل ها و برهان ها بر اینکه عذر نمیشه و جهل در مسائل اصول الدین. کی نوشته است؟ شیخ العلامه شیخ الاسلام عبدالرحمن ابن حسن آل شیخ رحمه الله. این هم کتاب عبدالرحمن است. این دویون کتابشون در این مسئله است. کتاب سوم رو به شما، این کتاب سوم بود. انا کنون کتاب چهارم رو بیان میکنم. کتاب الانتصار لحزب الله الموحدین و الرد على المجادل عن المشرکین. انتصار، نصرت دادن به حزب الله و موحدین، یعنی موحدینی که در حزب الله هستند، حزب الله هستند، و رد بر اون کسایی که مجادل از نام مشرکین هستند. یعنی رد به همین مدخلی های همین روزه شاگردان داوود ابن جرجیس، کسایی که از نام مشرکین میبرند و مشرکا را دفاع میکنند و مسلمان میگن. در تالیفش کی است؟ کی تالیف کرده است؟ علامه مفتی دیار النجدیه فی القرن الماضی شیخ عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین. این هم ابا بطین وفات کننده 1286 عبدالله ابن عبدالرحمن ابا بطین. این دیگر کتاب است و این چنین کتاب در نزد من زیاده از 100 کتاب است و من حالا فقط به شما کتابی این شیخ رو ذکر کردم. نظر کنید به این کتاب انتصار به صفحه 19 و به صفحه 38. به صفحه 19 و صفحه 38. پس هر کسی که میگوید که کسی که شرک اکبر را کرده است خطا عذر می شود، جهل عذر می شود، تعویل عذر می شود، این انسان در مذهب اهل سنت و الجماعت نیست. اگر دیده و دانسته این سخن را بعد از فهمیدن سخن علما بگوید، این خودش چی شد؟ این خودش مشرک است. زیرا که کسی که مشرک را دیده و دانسته مشرک میگه، مشرک میشود. به صفحه 19 هم نظر بکنید. اگر وقت باقی ماند میگیم، نماند والله اعلم. وقد اورد البعض ان شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله تعالی ذکر کلام و حکایت، یعنی بعضی از گمراها شیخ الاسلام را تهمت کردند که عذر بالجهل میدهد گفتند و تکفیر معین نمیکنند، لیکن این کلام گفتند باطل است. این کلام باطل است، بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه عذر بالجهل نمیدهد. و به صفحه 38 نظر بکنید، سخن شیخ الاسلام را ذکر کردند. انا این است فهم صحیح شیخ الاسلام ابن تیمیه از علمای نجد و این است کتاب ها. یک چند کتاب را ما به شما ذکر کردیم و در نزد ما 10 کتاب حاضر باز است، اما وقت به ما تنگی میکند. پس عالم نباشد، طالب علم نباشد، تاجیک است وی عرب است وی فارس است، کسی نباشد وقتی که میگوید که کسی که به شرک اکبر واقع شد او عذر دارد، خطا کرده است. زیرا که شیخ الاسلام ابن تیمیه جهل را عذر نمیدادند و هر کسی که به شیخ الاسلام این سخن را میزند